به ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، بزرگواران، جوانان ارجمند، خواهر و مادر که وسیلتاً آواز مرا میشنوند و عزیزانی که در کشورهای بیرون ما را لایف تماشا میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشا به قدم های شما، من بنازم قدم های شما جوانان را که خیلی های که امروز رفتن به صحرا نماز جمعه را ترک کردن، ولی الله این نعمت را از من و تو نگرفت، این توفیق را از من و تو نگرفت. من بنازم او خواهر را که امروز شوهرش را گریبانش را نگرفت که مرا به صحرا و دشت ببر نماز جمعه باز خوانده میشه. من بنازم او خواهر را که لباس شوهر خود را آماده کرد برای اینکه شوهرش به نماز جمعه برود. من فکر میکنم این بسیار یک توفیق عظیم است که به شما شجاعان و جوان مردان خدا داده. یک بار خوب بگوین الحمدلله. چند برابر شما اگر در صحرا برین ببینین چقدر مخلوق اونجا جمع شده، چقدر جوانان اونجا جمع شده. اگر برشان بگوین که نماز جمعه چه رقم میشه، میگه میخوانیم دیگه یک نماز جمعه هست. اگر برشان بگویی عزیزم تو خود تا دیروز نماز جمعه ترک نبود، چرا؟ چی شد؟ میگه رفیق مرا ایجا آورده، زن مرا نمان، مادرم باز خفه میشد. پس الله رب العزت و الجلال میدانیم که ایمان شما را چقدر قوی گردانیده. من میتونستم که شما هم میتونستین برین، اگر پول موتر نداشتین پیاده خو میرفتین، با بایسکل و موتورسایکل خو میرفتین، ولی شما را اینجا کی کشانده است؟ الله. قدری آمدن ها را، قدری این قدم هایتان چی وقت میدانید؟ روز قیامت، اوجا که باغهای جنت نمودار شود، زیبایی های بهشت از دور تماشا بکنی، بهاری که در بهشت است که هیچ وقت خزانه ندارد به چشمت بخورد و همه ببینن، تو هم ببینی. الله به تو بگوید بنده ام به تو اجازه است، به رفیقت اجازه نیست، چون رفیقت هفته پیش با تو بود ولی این هفته برای دشت و صحرا خدا را ترک کرد. تو برو اجازه است به جنت. ولی ما تو دعا میکنیم، ما تو دعا میکنیم یا الله اونهایی که رفتن به این دشت و صحرا اگر نماز میخوانند خو خوشا به سعادتشان. پروردگار اونهایی که امروز جمعه را ترک کردن خدایا به حرمت حبیب خودت اونها را توفیق نصیب بگردان. ولی شما باید قدر خود را بدانید. شما چطور بدانید خدا از شما راضی شده یا نشده؟ اینی خیلی مهم نیست. حاجی پول مصرف میکنه حج بکنه که خدا از پیشش راضی شده. مسلمان جهاد میکنه، جان میدهد به امید ای که الله از پیشش راضی شود.
مسلمان شبهای تار به نماز می آید و می رود به امید این که الله از پیشش راضی شود. مسلمان صدقه در راه الله می دهد به امید این که الله از پیشش راضی شود. امروز من به تو بگویم که چگونه بدانی الله از تو راضی است. عزیزان من، اگر من اغراق نکنم یک سخن به شما بگویم، همین لحظه براتان ان شاء الله الله هم تایید میکنه. الله همین لحظه از شما راضی است. بگوین یک دفعه الله اکبر. همین لحظه الله از شما راضی است. چرا؟ چطور فهمیدی مولانا صاحب؟ از علامه هایش فهمیدم. علامه مان در رضایت الله، محبت الله نشانه دارد. نشانه اش چی است؟ نشانه است این است که در اوج مستی، نشانه اش این است که در اوج خوشگذرانی ها الله قلب تو را به سمت خود میکشاند. امروز خب اوج مستی بود، یک هفته دیگه من در رمضان میه، باز دیگه خدای صحرا کس نمیره. تو خود دلت میخواست که بری، ولی تو اینجا کی کشان؟ پس الله تو را دوست داشته یا دشمن الله هستی؟ دوست داشته دیگه. وقتی کسی را الله دوست داشت از او اعلان رضایت میکنه یا اعلان نارضایتی؟ اعلان رضایت میکنه. الله این نصیب تو گردانید. یک بار بگو الحمدلله. عزیزان من، موضوعی که من امروز در نظر گرفتم گام به سوی بهشت. صدقه گام به سوی بهشت. چون آمد رمضان است، یک هفته دیگه مانده در میان که باز رمضان بخیر میره. انتظار رمضان نکش، از این روز شروع بکن بخیر. میگه باز در رمضان قرآن میخوانم، نه عزیز، همین روز شروع بکن. میگه در رمضان باز توبه میکنم، عزیزم همین روز توبه بکن. میگه در رمضان باز پدر و مادر احترام میکنم، همین روز بکن. باز در رمضان انشاء الله نمازها را زیاد میخوانم، همین روز بخوان که الله توفیق رمضان از پیشت نگیره. چه بسیار بودن گفتن بر رمضان باز توبه میکنیم، ولی رمضان آمد او نبود. خیلی ها بودن که گفتن توبه میکنیم در رمضان، 30 روز رمضان به خاطر که گناه کرده خو نمیتونیم، شکم گرسنه است، شیمه بر ما نیست و شرمم میکنیم که گناه بکنیم، حوصله هم نیست. در شهر و بازار زن موقع پیدا نمیشه در ماه مبارک رمضان. باز ماه مبارک رمضان شیخ میشم، شراب فروشی هم بسته میشه. باز نماز تراویح مجبور دیگه عزیزا کلگی میرم، من میرم در قطار از اونها. تو میدانی که تا رمضان زنده هستیم ما؟ تا 1 ساعت بعد میدانیم چه اتفاق میفته؟ نمیدانیم. پس عزیز من، همین لحظه که اینجا هستی یک بار بگو استغفر الله. اینی توبه است. پیش از اینکه رمضان بیاید امروز توبه بکن که شاید دیگر رمضان نیاید. شاید عزیزانی که رفتن به صحرا، مسلمینی که رفتن به صحرا در وقت آمدن تصادف بکنه موترشان دیگر نباشن. روز نوروز در ایران 200 نفر به حادثه ترافیکی جان دادن. 200 نفر به خاطر سیاحت و تفریح در روز نوروز در ایران جان دادن. اینا هم رفتن پیش خدا، جوان بودن کارشان. اینمی جوانا با پیشگاه پروردگار هستن فعلا داخل قبر. اینجا باز اعمالی که در دنیا انجام دادن کلش یکی پای هم تماشا میکنن. خوشا به سعادتتون که الله این نصیب شما گردانید و شما آمدین به اینجا. بعد از نماز جمعه که باز برین به صحرا، او دیگه کیف داره. بعد از نماز جمعه که رفتین در صحرا، باز بجای این که بخندین سبزه های صحرا را که دیدین گریه میکنین. گریه از این میکنین که خدایا همان قسمی که این زمین مرده را زنده کردی، خدایا شکر تو که دل مرده مرا هم زنده کردی. دل مرده من هم زنده شد. چند مرتبه اینجا تو گفتی لا اله الا الله. من خودم داخل اتاق اونجا خدا گرفته نتونستم. تو چند بار گفتی لا اله الا الله، لا اله الا الله. این توفیق به تو کی داد؟ الله.
این بسیار ارزش داره، این بسیار گرنگ است این کلمه. این به زبان کسی جاری می شود که او دیگه عزیز خدا شود. و این را شما ورد کردین و درود فرستادین به محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. انشاءالله وقتی که باز به صحرا رفتین، به جای اینکه خنده کنین باز گریه میکنین. گلا را که ببینین باز گل دلتان یادتان میآید که خدا این دل ما را هم با گل ایمان زنده کرده است. سروران من، روز قیامت خیلی روزی سخت نیست، خیلی صحرای سخت است. میدان خیلی وحشتناک، میدانی که همه سرگردان خود است. نه پدر به دردت میخوره، نه مادر به دردت میخوره، نه برادر به دردت میخوره، نه خواهر به دردت میخوره. فقط تک و تنها خودت میمانی. بنوم و عملت هیچ به دردت نمیخوره. اونم عملت الله اوج از پیشت پرسان میکنه بندم چی کردی؟ ولی تو میتونی به سرخرویی بگوی پروردگارا از من پرسان نکن. این مسلمانایی که 1000 و 2000 نفر مرا در نماز جمعه دیدن که الله مردم همه به سیاحت و چکر رفته بودن، ولی من دکان را ماندم، کار را ماندم، سیاحت را ماندم، آرزوی زن ماندم، خواست زن پامال کردم، خواست خانواده را پامال کردم. تفلکان برای من میگو به صحرا بریم، کلش را پامال کردم، به سمت تو آمدم، به سمت تو آمدم. یا الله تو خود مشاهده میکردی، مرا میدیدی. از فرشتگانت پرسان که به دهن دروازه مسجد استاد بودن که مرا چی نوشته کردن. مشتونیم به جای جا آمدم، چند تا جوان در پشت دروازه نشستن. خواهی تو جوان باشه، این دین کس داده میتونه. این تو جوان باشه، شیطان میتونه به سر موتو غلبه کنه. به برکت دعای جوانها الله به موتو هم توفیق نصیب میگردانه. دو خانه ای که این تو جوان قدم بگذاره، در آغوش او زنی که این تو جوان بخوابه، چی ولد به او تولد میشه؟ کدام فرزند الله نصیب از او میگردانه؟ اولاد از او باز عالم دین میشود، عالم و خادم اسلام میشود. چرا؟ پدر خوب داره. پدر ساعت 9 بجه به مسجد رفته، روزم که دراز شده 5 ساعت یا 6 ساعت و انتظار میکشه. در کجا هست؟ مهمانخانه خدا، در مهمانی خدا. وقتی یک جای مهمان بری، میزبان چقدر تلاش میکنه که تو را راضی رسانه، همونطور نیست؟ حتی متفلکای خردسالی که داره، اگر امونا شوخی و بازی بکنه، امونا را به خاطری که تو هستی گپ نمیزنه. اگر بی‌نزاکتی بکنم گپ نمیزنه، چون دل مهمان نرنجه. اگر یکم گیلاس را هم بشکنن گپش نمیزنه، دل مهمان نرنجه. اگر زنش هم یکم حرکت غیر منطقی بکنه، به زن خودم چیزی نمیگه، به خاطر که در خانه مهمان است، مهمان نرنجه. ما تو مهمان کی هستی؟ اگر یکم بیادب هم در بین ما باشه که شاید نباشه، باز الله مرا میبخشه. اگر در بین ما باز یک گناهگار هم باشه، به برکت مهمانانش الله امور هم میبخشه. او کسایی که در این صحرا رفتن و دشت رفتن، اگر شاید بیادبی کنن، شاید گناه بکنن، شاید امروز نماز نخوانن، باز به برکت شما عزیزان که شما دعا بکنین، الله اونها را میبخشه. این لطف الله است که به سر موتو آمده. حیفش که ما او چشمی که خدا میخواهد ما نداریم، چشم بصیرت. اگر نه این لحظه اگر ببینی، او توانایی در چشم ما نیست، چون ما توانایی دیدنش نداریم. چقدر فرشته ها در این صفحه است، چقدر فرشته ها در این صفحه صف کشیده، چون ما نمیتونیم ببینیم او را. باز روز قیامت چشمای ما خیلی قوی میشه، ما فرشته ها را دیده میتونیم. در این صفحه خیلی فرشته ها هستن. بیایم عزیزان من که امروز توبه عملی بکنیم. چی کنیم؟ توبه عملی بکنیم، از الله بخواهیم که خدایا قلب ما را زنده نگه بدار. یا الله عبادت خود را، محبت خود را به ما آنقدر عزیز بگردان که هیچ چیزی به اندازه و عزیز نباشه.
آنقدر محبت خود را عزیز ما بگردان که عزیزترین ما پیش محبت تو چیزی به حساب نیاید. واقعا من این حضور شما را که میبینم لحظه به لحظه خوشحال میشم، لحظه به لحظه خوشحال میشم. من بیشتر خود موجه در داخل اتاق یک فکر به ما آمد، گفتم اگه تو امام نمی بودی، امام مردم، تو میتونی مثل همین جوانها ساعت 8 بجه من مسجد بری؟ باور بکن من خودم گفتم من نمیتونم که ساعت 8 بجه برم به مسجد انتظار بکشم تا نماز جمعه. الله ایره به شما داد، یک بار بگوین الحمدلله. پس خود دست کم نگیرین، چه ارزش دارین به پیش خدا. گوهر نایابه، الماس قیمتش پیش شما چیزی نیست، دنیا قیمتش پیش شما چیزی نیست. شما بهترین در بهترین بازار جنت انشاءالله خریداری میشوید با رضای الله. قیمت این حرکت شما، قیمت این ایمانداری شما، قیمت این جوش و شوق شما انشاءالله بهایش رضای الله هست که الله نصیبتان گردانیده و الا اینجا آمدن کار هر کس نبود. عزیزان من گفتم صدقه گام به سوی جنت. الله رب العزت و الجلال سوره بقره آیه 195 می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ای مؤمنان، ای بندگان من، و انفقوا فی سبیل الله، انفاق بکنین در راه خدا، خرج کنین در راه خدا، مصرف بکنین در راه پروردگار عالم. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. یک تفسیر این آیه این است، با ترک صدقه، با ترک مصرف در راه خدا خود را به هلاکت نیندازید. اگر شما صدقه را ترک کردین، اگر شما مصرف در راه خدا را ترک کردین، اگر خرچ در راه خدا را ترک کردین، شما خودتان را به دست خودتان به هلاکت انداختین. و احسنوا، شما نیکویی بکنید، نیکوکاری بکنید. ان الله یحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست می‌دارد. الله نیکوکاران دوست می‌دارد. این نیکوکار کی هست؟ کسی که صدقه در راه الله بدهد. نزدیکترین راه رسیدن به خدا صدقه است. قوی ترین دیوار در برابر بلاها صدقه است. قوی ترین درمان برای امراض تو صدقه است. قوی ترین درمان برای از بین بردن گناهان تو صدقه است. چرا؟ وقت تو صدقه دادی، وقت تو انفاق کردی، وقت خرج کردی و مصرف کردی برای الله، اول کاری که میکنی این است که این صفت جواد بودن، صفت سخی بودن مال خدا هست. پس این صفت در وجود تو زنده شده. الله رب العزت و الجلال وقتی میبیند که دست خیر تو دراز شد، وقتی میبیند دست تو باز شد برای دادن در راه الله، الله را راضی میسازی. و او فقیر و بینوا، یتیم، بیوه، ضعیف، ناتوان که با پول تو قوت گرفته، با پول تو توانایی پیدا کرده، با پول تو مداوای مرض خود را کرده، با پول تو شکم گرسنه خود را سیر کرده، با پول تو لباس نداشته لباس برای خود خریده. پس تو میدانی وقتی چشم اشک یتیم کسی او را تبدیل به خنده بکنه چی می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی کسی یتیمی را می گریاند عرش خدا می لرزد. وقتی کسی یتیمی را می گریاند عرش خدا می لرزد. پس وقتی کسی یتیمی را می خنداند چی می شود؟ خودت می دانی دیگه. وقتی چشم یک یتیم می خندد،
وقت چشم یک بیوه زن به خاطر صدقه تو میخندد، وقت چشم یک بیچاره‌ای که توانایی خرج ندارد، مریض دارد ولی پول ندارد که مداوا کند، با پول تو مداوا میکند، چقدر الله راضی میشود، چقدر الله خوش میشود. و این چیزی که تو برش دادی چند برابرم الله دوباره برمیگردانه به تو و جنت هم نصیب تو میگرداند. یک آیه الله رب العزت و الجلال آیه 245 سوره بقره چه میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. الله اکبر. من ذا الذی، چی کسیست که برای خدایش قرض حسنه بدهد؟ چی کسیست که جوان مرده که برای ربش قرض حسنه بدهد؟ فیضاعفه اضعافا کثیره. الله اون قرض حسنه ای که بنده به الله میدهد، الله میگوید بنده ام چند برابر به تو برمیگردانم. اگر اجازه می بود که من تو قرض میدادیم، بازو کسی که قرض ما را میگرفت برای ما میگفت 10,000 بده، یک ماه بعد برای تو 1,00,000 میتون، کدام کس نبود که کار نکنه؟ حالا همه کس بر علاوه ای که این اندازه علما در فراز منبر میگن که سود و ربا حرام است، ولی مردم به خاطر شیرینی این کار را میکنن، باز هم سود میخورن. ولی عزیز من الله چی میفرماید؟ ای بنده ام اگر تو به من قرض حسنه دادی، چی کسی است که برای الله قرض حسنه بدهد و الله اون را چند برابر برمیگرداند؟ تو 10,000 به خدا حسنه بده، قرض حسنه 1,000 بده، 10,000 70,000 7,00,000 70 میلیون بالا برو دیگر. والله یضاعف لمن یشاء. خدا وقت بخواهد به هر بنده اش اون را اضافه میکنه. الله میفرماید چی کسی است که به خدا قرض حسنه بدهد و خدا اون رو چند برابر بکند. پس وقتی که تو به یتیم، به بیوه، به ضعیف، به ناتوان پول میدی، مصرف میکنی برایش، و پیش خدا خیلی ارزش داره. جوان من یک بار تو بیاندیش، یک خود را به فکر بیانداز. در روز نوروز چقدر جوانان رفتن به صحرا، متوسطش چند مصرف کرده باشن در نظر شما؟ چند؟ 1,000 افغانی. شاید قرض گرفتن، شاید پیش مادر گریه کردن، شاید از پدر به اصرار 1,000 افغانی قرض کردن، شاید پول جمع کرده باشن که روز نوروز با رفیقای خود خرج میکنم. من شما پرسان میکنم اون 1,000 در اکانت شیطان ریخت یا در اکانت رحمان؟ در اکانت شیطان. 1,000 افغانی به سختی پیدا میشه، ولی جوان در روز نوروز به راحتی او را خرج میکنه و خرج کرد. امروز چقدر جوانان رفتن به این صحرا، چقدر پول مصرف میکنن، با همسرشان رفتن، بعضشون دیگ بردن، بعضشون گوشت خریدن، بعضی‌ها میوه ها خریدن، به خاطر تفریح و سیاحت رفتن به صحرا. اگر همون جوان برش بگویی جوان عزیزم بنده کیستی؟ میگه بنده الله. جوانی به تو کی داد؟ الله. قوت به تو کی داد؟ الله. این صحت مال کی است؟ الله. چند مصرف کردی جوان؟ 5,000 افغانی. همین 5,000 افغانی را مصرف نکن، بیا میره به حافظای قرآن بده. میگه یک روز خوشگذرانی است، امیرم سر ما زر میکنید. همین 5,000 را بیا به حافظای قرآن بده که داخل مدرسه قرآن پروردگار تو را میخوانند، کلام رب تو را تلاوت میکنن. بیا به حافظ قرآن بده، میگن این کار کرده نمیتوانه. ولی اگر برش بگویی که برادر همین 5,000 افغانی که تو خرج میکنی، برادر تنی تو خبر داری که فقیر است؟ نداره. تو خدا برای تو نعمت داده، ولی برادرت چیز نداره. زن برادرت دوست داشت هم به صحرا برود، ولی چیز نداره، حتی کرای موتر صحرا را ندارد. همین 5,000 افغانی را به خاطر برادرت خرج کن، از پدر و مادر خودت است. میگه نه، او را به رفیقای خود خرج نکن. به کدام رفیقا؟ رفیقایی که قطعه میزنه به همراه من.
رفیقایی که پابجی بازی میکنه به همراه من، رفیقایی که منو به زنا میبره، رفیقایی که یک جا ما نشسته شراب مینوشیم، رفیقایی که یک جا نشسته فرض خدا نماز خدا رو ترک میکنه. چرا ما به اون مصرف نکنم؟ بسیار کساست که خالهشان نان خوردن نداره، عمیشان نان خوردن نداره. از پیشی پرسان کنی جوان چند به پابجی مصرف میکنی در یک روز؟ میگه میشه 100 افغانی 200 افغانی. اگر 100 افغانی رو هر روز به خالد بدی چی میشه؟ هم جنت خریدی، هم رضای الله خریدی، هم دعای خاله خود را گرفتی، هم تو بشر دوست واقعی هستی و تو واقعا امت محمد صلی الله علیه و سلم هستی. بسیاری ها هستن خواهرانشان فقیر است، برادرها پولدار و ثروتمند، شاید سالها یک بارم تماس نکشیده باشن که خواهر چی حال داری تو؟ میگم من با یزنیم بریدیم، با یزنیم خفه هستم، از اون خواهر خودم پرسان نمی کنم تو خبر داشتی که یک روز خواهرت لباس تو را شسته؟ تو میدانستی که یک وقت خواهرت بوتای تو را رنگ میکرد؟ تو یک وقت میدانستی که خواهرت وقت تو بیرون میرفتی یک شب نمی آمدی چگونه او شب تا صبح سحر میکرد؟ تو میدانستی که در خانواده اون برادره که خرد بود الان از تو جدا هست، ولی یک شب که تو دیر می آمدی به کوچه و بازار پشت تو میگشت؟ تو میدانستی که پدر و مادر چقدر نگران بود؟ آره تو خب پول به زن خرج میکنی، به رفیق خرج میکنی، به گناه و معصیت خرج میکنی، به شراب خرج میکنی. آیا پدر و مادرت از این نعمتهایی که خدا به تو داد استفاده میکنه؟ او خواهرت استفاده میکنه، او برادر استفاده میکنه. باور بکنین این ملت خوب ملت هستن، ولی مشکل ما این است که ما را دنیای غرب دلای ما را خراب کرد، ما را از دین دور کرد، ما از دین فاصله گرفتیم. نه محبت خواهر به ما مان، نه محبت پدر به ما مان، نه محبت مادر به ما مان. هر کس میگه من پدرم دوست دارم، مادرم دوست دارم، ولی در عمل چیزی نیست. به زبان همه کس میگه من پدر و مادر خود را دوست دارم، خواهر خود را دوست دارم. کسایی هستن که 6 ماه از خواهر خود خبر نداره، 7 ماه از خواهر خود خبر نداره که چی میکنه چی میخوره، از عمه خود خبر نداره. پس الله جل مجدود فرمود من الذی یقرض الله قرضا حسنا، چی کسی است که به خدا قرض حسنه بدهد الله چند برابر به او بر بگردانه. در یکی از آیه های سوره بقره آیه 254 میشه از چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. همین کلام کی است؟ کلام کی است؟ الله. کی را میگه؟ من تو را. ای مؤمنان، ای اهل ایمان، ای کسانانی که درونتان منور از نور ایمان است، ای کسانانی که ادعای ایمان میکنین، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، انفقوا مما رزقناکم، انفاق بکنین در راه خدا از آن نعمتهایی که خدا به شما داده. انفاق بکنین من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله. در دنیا انفاق بکنین، وقت صحتمند هستین انفاق بکنین، پیش از این که روز بیاید لا بیع فیه ولا خله، روز بیاید که نه خرید و فروش اونجا هست، نه دوستی اونجا هست، نه کس سفارش و شفاعت تو را میکند. و کدام روز است؟ روز قیامت. روز قیامت. باور بکن عزیزای من، چقدر مسلمان ها هستن که الحمدلله آل توبه کردن، در روز عروسیشان شاید 10,000 یا 20,000 افغانی را به سازنده دادن. همونطور نیست؟ چقدر عزیزان بودن که روز عروسی 10,000 افغانی را دادن به آرایشگاه، فقط به خاطر چند دقیقه بعد آب را زدن 10,000 افغانی باد هوا شده رفته.
چون تو دیگه باقی نمیماند. 2 ساعت و 3 ساعت آرایش کل پاک شده رفت. 10,000 افغانی. اگر از پیش ایمی برادر بگوی برادره طالبای مدرسه نان ندارن، حافظان قرآن نان ندارن، علمای دین نان ندارن، تو بار بار از پیش این مسجد دیر شدی، این مسجد سقفش خراب است، ندیدی که خانه ای کی هستی؟ این خانه ربت است، این خانه پروردگار تو است. تو قصر 5 منزله و 10 منزله بلند کردی، ولی از مسجد منطقه خبر داری که خیلی مشکل در داخل مسجد است، فرش نیست در داخل مسجد. باز میگه که من بهترین مسلمان هستم، بهترین مسلمان هستم، در حالی که عزیزان من بارها گفتم که باید با عملت محبت خود را به الله ابراز بکنی، با عملت به الله نشان بدی که الله تو را دوست دارد. شاید هم بوده در بین ما جوانایی که امروز عزیز خدا شدن، یک بوتل شراب خریده باشن، شاید من نمیفهم قیمتش چند است، شاید این بین ما باشن الان خدا توفیقشان داده عزیز خدا شدن. شاید باشن در بین ما جوانانی که به زنا پول داده باشن ولی الان توبه کردن. پس جوان عزیز اگر میخواهی جبران بکنی و روز قیامت خدا از تو پرسان نکنه جوان زنا کردی، جوان شراب نوشیدی، این اگر میخوای از پیشت پرسان نکنه معادل همون پولی که به شراب مصرف کردی معادل همون را بده به یک یتیم و بیچاره. خدایا اون را دادم به اکاونت شیطان، از اون پشیمانم، از اون بیزارم. پروردگارا این را به اکاونت تو میریزم و بنده مسلمان تو را شاد میگردانم. تکبیر! پس الله جل مجدو فرمود شما انفاق در راه خدا بکنین پیش از این که روز بیاید که خرید فروش نیست. با روز قیامت نمیگه خدای من 100 جریب زمین داشتم این 10 جریبش خدمت یک فقیر امروز میتونم. الله میگه نه خلاص شد. پروردگار امروز من یک چیزی از مال ثروت دنیا که به من دادی من با فلانی میتونم. الله میگه نه مالها خلاص شد، خب مال تو نبود، خب امانت من بود، یک چند روز برات دادم امتحانت بکنم، چند روز برات دادم تا تو امتحان بکنم. و خدا این مال و ثروت امتحان است، این پول امتحان است، این جمال و جوانی امتحان خدا است. خوشا به سعادت کسی که به این امتحان کامیاب شد. حافظ ابن قیم جوزیه در یکی از کتابایش عدت الصابرین یک داستان میاره، میگه جوان در بنی اسرائیل خیلی پولدار و ثروتمند بود. من پارسالی رو براتون گفته بودم، خیلی پولدار و ثروتمند بود، هیچ در گناه نبود که او در یک دفعه نزده باشه چون پول داشت. حالا بعضی ها را میگه من پول دارم، با پول خود گناه میکنم، پول از خودم است. مثل که قارون هم ادعا را میکرد، وقتی برش میگفت زکات بده قارون میگفت پول از خودم است، این خدا به من نداده، من خودم میره پیدا کرده. امروز بسیاری جوانان میگه با پول خود من پابجی میزنم، با پول خود من اینترنت فال میکنم، فیلم های مستعجل نگاه میکنم، من تو چی است؟ پول من است. این خیلی پول ثروت داشت، او به تمام معصیت و گناه دست زده بود، هیچ گناهی نبود که دروازه زیر یک دفعه دخل باب نکرده باشه. هنوز در اوج جوانی بود، چند تا کنیز در اطرافش جمع بود، دخترها میرقصیدن، موسیقی هم روشن بود، گیلاس شراب هم به دستش که ناگهان دروازه حویلیش دخل باب شد. چند تا خدم و حشم داشت، دروازه‌بان آمد در را باز کرد، دید که یک مرد که لباس مندرس و کهنه در جانش است پشت دروازه استاد است. گفت بفرمایید کی کار دارین؟ گفت مالکت کار دارم. گفت مالک من؟ تو کجا و مالک من کجا؟ چی کار داری؟ رنگت گم کن از پشت دروازه، به تو جایی نیست، حرکت کن از اینجا. گفت نه من نمیروم، من مالک تو را کار دارم. گفت برو به مالکت بگو یک کس پشت دروازه آمده که تمام قدرت دنیا یک جا شود پای از او را زمین کنده نمیتونه. برو به مالک تو بگو کسی اینجا آمده که اسمش را که بشنوی پشت پادشاهان دنیا میلرزد. به مالکت خبر برسان. مردک دروازه‌بان دویده آمد برای مالک گفت که مالک کسی پشت دروازه آمده، هر چی برش میگم برو تهدید میکنه مرا، لباس مندرس و کهنه داره مرا تهدید میکنه. گفت چی میگه؟ گفت میگه که من کسی هستم که قدرتمندهای دنیا، پادشاهان دنیا نمیتونه پای مرا زمین بکنن، وقتی اسم مرا بشنون پشتشان و لرزه میفتن.
مالک دستایش لرزه کردن گرفت. پرسان کرد در با زبان چی شد؟ مالک چی شد؟ گفت اون کس است که هیچ قدرت جلوش گرفته نمیتواند، هیچ دروازه مانعی ورود اون نمی شود، هیچ قدرت مانعی ورود اون نمی شود، نه موتر شیشه سیاه، نه باردگات قطارک، هیچ مانع اون شده نمیتواند. اسرائیل مستقیم آمد پیش روی مالک، برش گفت چند سال از خدا عمر گرفتی؟ مالک با دستای لرزان گلاس شراب به دست 40 سال. گفت 40 سال با خدا چه کردی؟ تو این روز را به یاد آوردی کدام وقتی که یک روز اسرائیل به سراغ تو می آید؟ گفت به من فرصت بده، به من فرصت بده. عذر شروع کرد به عذر کردن، شروع کرد به زاری کردن. به من یک کمی فرصت بده. گفت نه فرصت تمام است، چند دقیقه مانده فقط. این مالک وقتی دید که چند دقیقه فرصت نیست برای عبادت، رفت دروازه خزانه خود را باز کرد، به تمام پولهای خود نگاه کرد، گفت لعنت خدا بر شما، لعنت خدا به شما طلاها، لعنتش خدا به شما نقره ها، به شما خدم و حشم و کنیزه ها که مرا از یاد خدا مصروف کردین، مرا از یاد خدا دور کردین. میگه به قدرت پروردگار امین پولها به کلام آمد، امین پولها صدا زدن که لعنت به تو، ما را چرا ملامت میکنی؟ خدا به تو پول داد، میتوانستی با پول خدمت دین خدا بکنی، ما را در اختیار تو قرار داد ولی تو معصیت کردی. تو میتونستی با ما مسجد آباد بکنی، با ما مدرسه آباد بکنی، ولی این پول را در کجا مصرف کردی؟ همه به معصیت. به ما لعنت نفرست. روز قیامت هفته پیش برات گفتم وقت شاهدا میآید اوج دستای ما میدرزه دیگه، بس باز اوج بسیار افسوس عذر میکنیم، عذر به درد نمیخوره، باز اوج بسیار عذر میکنه بنده ها، ولی نه، الله جل مجدود میگه خیلی فرصت دادم، 20 سال 30 سال 40 سال به تو فرصت دادم. عزیز من یک مرد بود، مرد تصمیم گرفت که 40 روز اعتکاف کند. چند روز؟ 40 روز. حضرات صوفیه یک چله دارن، حضرات تبلیغی ها هم یک چله دارن. صوفی ها یک چله دارن، یک جایی رفته اعتکاف میکنن، خلوت با خدا. چند 40 روز با هیچ کس مردم دنیا ارتباط نمیگیرن، مثل که معتکفین در ماه مبارک رمضان اعتکاف میکنن، با هیچ کس ارتباط نمیگیرن، خلوت با خدا، راز با خدا، نیاز با خدا. این مرد شیخ رفت در یک کنار صومعه، در کنار اون مسجد و هر جایی که بود نشست به خاطر اینکه خلوت با خدا بکند و امیدش همی بود که من خدا را زیارت میکنم، بعد از 40 روز خدا را انشاءالله زیارت میکنم. این به گریه و زاری روزها و روزه، شبها و در قیام سپری میکرد. همین قسم روزهایش تیر میشد و شبهایش تیر میشد. شب 36م یک الهام به قلبش آمد که ای شیخ اینجا نشین، برو که خدا را در بازار زیارت کن. از اینجا بیرون شو، خدا را در بازار زیارت کن، خدا در بازار تشریف می آورد. این به قلبش الهام شد. شیخ صبح وقت حرکت کرد، آمد وارد بازار شد، انتظار میکشید این طرف و اون طرف که ببیند خدا را چگونه زیارت بکند. این ناگهان دید که پیرزن یک دیگ مسی و سرش است، به هر دکان مسگر میبرد که دیگ نمیخرین. وقتی دیگش را میگیره دکاندارا میبینن، میگه ما این دیگ تا 4 ریال یا 4 درهم میخریم، از این بیشتر نمیخریم. با دکان دوم میبره، برش میگه برادر من یک دیگ دارم، پیرزن است، یک دیگ دارم، میره نمیخری. میگه برش میگه که من دکاندار میگه 4 درهم میخرم، میگه این مادر میگه که نه 6 درهم امیره بخر، اصرار میکنه 6 درهم امیره بخر، ولی چون همت داره دیگه چیزی نمیگه. چندین دکان میبره، دکاندارها میگیره، میگن که 4 درهم، بعض میگه 4.5 درهم، ولی مادر اصرار میکنه 6 درهم امیره بخریم، کسی نمیخره. تا اینکه به یکی از دکانها میرسه که پیرمرد در داخل او دکان است، پیرمرد در داخل او دکان است. وقتی که مادر دیگه و پیش روش میگذاره، این مرد از دور تماشا میکنه، از دور تماشا داره. وقتی که دیگ را پیش روش میگذاره، میگه مادر جان این دیگ خو آباد است، هیچ مشکل نداره، چون اینو میفروشی؟ میگه خب میفروشم دیگه، نیاز پیدا کردیم. میگه چند؟ میگه 6 درهم. میگه 4 درهم دیگر دکانها کردن ندادم، 6 درهم. میگه مادر جان چرا اصرار میکنی 6 درهم؟ میگه برادرین
حالا ما میخوایم که این راز خدا به تو بگوییم. من 6 درهم ایره میفروشم به خاطر که دکتر برای نسخه پسر من 6 درهم نوشته کرده. برای نسخه پسر من 6 درهم نوشته کرده. من دیگه خانه خود را آوردم میفروشم تا دوا بکنم برای پسر مریضم، ولی هیچ کسی این را بیشتر از 4 درهم نخریدن. مرد میگوید که مادر من به یک شب میخرم 6 درهم نمیخرم 25 درهم میخرم. این زن میگه با من شوخی میکنی؟ میگه نه با تو شوخی نمیکنم، این دیگه تو ارزش دارد 25 درهم، من 25 درهم این را میخرم. 25 درهم را به دست زن میدهد و این پیرزن بسیار به خوشی و شادی برمیگردد به سوی خانه. این مرد نزدیک میشود، این شیخی که چله نشسته بود نزدیکتر و نزدیکتر از دکاندار پرسان میکنه که تو حتما دکان نزگری نو باز کردی، تو شاید کسبکار نباشی. میگه چرا؟ میگه به خاطری که من دیگه دیدم به چندین دکان بردن از 4 درهم و 4 نیم درهم زیاد قیمت نکردن، تو چطور 25 درهم خریدی؟ یک بار خو اهل دل است دیگه. نه من هم گفتم براتون که وقت عشق خدا به دل آمد علوی ساز کار نداره، دکاندار کار نداره، بزاز کار نداره، غلطکوان کار نداره، کراچیوان کار نداره. فقط مهم این است که الله تو را دوست داشته باشد و تو الله را خوب بشناسی و محبت الله به قلبت موج بزند. چشمایش پر از اشک شد، گفت من دیگ نخریدم به 25 درهم، من رضای رب خود را خریدم. یک بار بگو الله اکبر. من دیگ به 25 درهم نخریدم، روز قیامت سایه عرش را خریدم. من به 25 درهم دیگ نخریدم، شفاعت محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را خریدم. عزیز من، اون کسی که پشت دروازه میاد تق تق میکنه میگه من قرض بده که محتاج هستم، فقیر هستم، بیچاره هستم، مریض دارم، پول داری در خانه، به فکری که پول من نمیته قرض نمیتی. میدانی که آدرس خانه تو را کی برازو داده؟ یک بلند بگو الله. آدرس خانه تو را الله به داده. تو کی از پشت خانه رخصت کردی؟ او کسی را که آدرسش الله داده، الله را از پشت دروازه رخصت کردی. وقتی خواهر تماس میگیره که برادر ما در خانه چیز نداریم، باز میگه که ما هم چیز نداریم، زندگی ما هم خراب است، در حالی که خوب پول داریم. عمی تماس میگیره میگه من چیز ندارم، همسایت میگه من چیز ندارم، تو باز برش میگی من زندگی من خراب است. امروز که پولدار و تاجرم برش بگو یک کمک بکن، میگه زندگیم خیلی خراب است. ولی الله از داخل جیب خوب خبر است. الله از داخل صندوق ما خوب میداند. الله از داخل سیفی که چند تا قفل زدی خوب میداند. از زمینی که کندی اونجا پول را دفن کرده خوب میداند. پس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرماید او کسی که به پشت دروازه تو میآید به خاطر صدقه، به خاطر قرض، آدرس تو را الله داده به اون. یک روز پیش حضرت علی صاحب کسی آمد برش گفت من خیلی محتاج هستم، میگم کمک به من بکن. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه گفت چقدر کار است؟ گفت 10 درهم. 20 درهم سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بر او داد. برش گفتن که من 10 درهم کار دارم. گفت نه، من میدانی که آدرس خانه مرا به تو کی داده؟ گفت آدرس خانه مرا به تو الله داده است. تو 10 درهم کار داری ولی من 10 درهم دیگر هم به خاطر الله میدهم. عزیز من، یگان کسی میگه من صدقه میتونم، بعد فلانی ها خیلی کمک کردم ولی در روسی من آمد. من در فلانی ها خیلی کمک کردم، عشر داشتم در گلکاری من آمد. من در فلانی ها خیلی کمک کردم، خیلی نمک حرام بوده. تو کمک به خاطر کی کردی؟ خود نمک حرامی مردم چه کار داریم ما تو؟ ما خود به خاطر الله کمک کردیم. الله اون را ثبت کرده، با خط درشت نوشته کرده، با خطی که پنسل پاک او را پاک کرده نمیتوانه، با خطی که رنگ از او را باران برده نمیتوانه. میگه من خود کده برادرم، کده خالیم، کده عمیم یک کمی مشکل پیدا کردیم، از کاکایم بسیار بدیم موالایی که خیلی فقیر است. باران که شدی مگو که خانه کیست.
سقف و حرم و کعبه و بتخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها مشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. امت رسول الله صلی الله علیه و سلم صفت دارن وقت دل نرم پیدا کردن. شما ببینین بارانه، وقت باران از آسمان میباره، خانه کافرم میباره، خانه فاسقم میباره، خانه زناکارم میباره، خانه فرعونم میبارید، خانه نمرودم میبارید. این رحمت پروردگار از همه جا میبارد. آفتابم رحمت خداست، در همه جا میبینی که نور آفتاب از او استفاده کرده میتوانی. پس عزیز من، وقت امت رسول صلی الله علیه و سلم شدی، به دشمن خود هم کمک کن به خاطر خدا. کمک به حیوان تو را نجات میدهد. حدیث امام بخاری است، 6009 رقم حدیث است. امام بخاری این را می آورد که مرد در بنی اسرائیل روز از روزها از جای عبور میکرد، داخل چاه، در کنار چاه آمد، بسیار تشنه بود، آنقدر تشنه بود که خسته شده بود از تشنگی. داخل چاه داخل شد، آب نوشید. اونجا قوقه و ریسمان نبود. داخل چاهایی که در کشورهای عربی خیلی 5 متر 6 متر 7 متر 8 متر است. پایین شد، آب نوشید، از چاه بیرون شد. بعد از اینکه بیرون شد دید که یک دانه سگ تشنه در کنار همین چاه آنقدر تشنه شده که زبان خود را به همین خاکهای زمین میمالد تا تشنگی خود را رفع بکنه. وقتی به این سگ دید دلش رحم آمد، گفت به خدا قسم، همون اندازه‌ای که من تشنه شدیم این هم همون اندازه تشنه است. پس دوباره داخل چاه شد، بوت خود کشید، پر از آب کرد، به دهن خود محکم گرفت، خود از چاه بیرون کرد. به دهن خود بوت خود را محکم گرفت، از چاه بیرون شد، همون آب به پیش روی همون سگ گذاشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله جل مجدود به برکت همین کار و همین صله رحمی که به یک حیوان کرد، الله همین بنده اش را جنت نصیب گردانید. پس وقت تو صدقه به یک سگ میدی، تو را الله جنت نصیب میگرداند. یک زن فاحشه در بنی اسرائیل بود، 3321 حدیث است، رقم در بخاری، حدیث هم حدیث بخاری است. زن فاحشه مشهور در بنی اسرائیل، با فاحشه‌گری شهرت داشت، ولی این به زنا مبتلا بود. روز از روزها تشنه شد، آمد در کنار چاه، دید که یک سگ گرسنه‌ای تشنه‌ای در کنار چاه است. هرچی این طرف اون طرف جستجو کرد چیزی پیدا کنه که به این سگ آب بده، نشد پیدا. بوت خود کشید، با چادر خود بسته کرد، داخل چاه داخل کرد و آب از چاه کشید به این سگ داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید به برکت همین مهربانی که به یک حیوان کرد، الله جل مجدود همین زن فاحشه را هم به جنت برد. عزیز من، هر بلا و مصیبت به خدا دشمنت را صدقه دفع میکنه. علی ابن محمد ابن فراد البدایه و النهایه حافظ ابن کثیر می آورد، وزیر از وزرای مصر دشمن علی ابن محمد ابن فراد بود. چندین مرتبه تصمیم گرفت که علی ابن محمد را به قتل برساند، ولی هر وقتی که تصمیم می گرفت شب خواب می دید که قرص نان می آید، تمام تیرهایی که این وزیر می زند به علی ابن محمد، این تیرها را یک قرص نان دفع می کند، به علی نمی کند. چندین مرتبه تصمیم گرفت ولی ترسید، وقت شب خواب می کرد می ترسید. آخر علی ابن محمد را طلب کرد، برش گفت تو را به خدا من که دشمن تو هستم، چند بار تصمیم گرفتم که تو را به قتل برسانم اما نشد. من در خواب می دیدم که یک سپر داشتی تو، یک توته نان بود، هرچی به تو می زدم و این نان نمی گذاشت که به تو اصابت بکنه. این حافظ ابن کثیر در البدایه و النهایه می آورد. علی ابن محمد چشمایش پر از اشک شد، گفت من که وقت خورد بودم، مادر جانم نیم نان را می گرفت به زیر بستر من میمان، زیر همون توشک و بالشت من میمان، صبح که می شد نیم نان می گرفت به نام من صدقه در راه خدا میداد. همین بعضی کسایی که سایل و گدایگر هستند میگه صدقه چی است؟ این سخن از اونا نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. گفت نیم نان از طرف من صدقه میداد، از طرف من نیم نان صدقه میداد. بعد از اینکه مادرم از دنیا رفت این کار را خودم میکنم، هر وقتی که شب میخوابم نیم نان را زیر سر خود میگذارم،
وقتی از خواب بیدار شدم این نیمه نان را در راه خدا صدقه میکنم. همون نیمه نان است که هیچ تیری از تیرهای دشمن به طرف من نمی آید. عزیز من، صدقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ان الصدقه لتطفئ غضب الرب. حدیث امام ترمذی است وقتی یک انسان صدقه میدهد غضب پروردگار را خاموش میکند. پس برادرت، همسایه‌ای که در کنارت است فراموشش نکنی. صفوان ابن سلیم مرد از سرزمین شام حرکت میکند، میآید از کبار تابعین است همین صفوان ابن سلیم. صفوان ابن سلیم جستجو میکند، میآید در بغداد، پرسان میکند که کس صفوان را میشناسد، کس صفوان را میشناسد. مردم میگن صفوان را ما میشناسیم، عالم دین است. میگه دمون را به من نشان بدهین. میگه چرا؟ میگه من دیدم کون در داخل جنت است، چندین شبانه روز دیدم که در داخل جنت است. هر شب که خواب میبینم اون را داخل جنت میبینم. من پرسان کنم که این چی کار میکنه این جوان؟ وقت نزد صفوان ابن سلیم میرود، از پیشش پرسان میکنه ای صفوان، من دیدم چندین شب پی هم که تو در جنت هستی، الله از لباسهای فاخر جنت در بدن تو میپوشاند، تو چی کار میکنی؟ صفوان گفت من کار نکردم. یک روز از مسجد بیرون شدم، زمستان بود، هوا سرد، دیدم که یک مرد فقیر تنش میلرزید، لباس گرم نداشت. من لباس گرم خود را کشیدم به تن همون فقیر پوشاندم. و ای که تو هر شب برادر خواب میبینی که در جنت لباسهای فاخر جنت میپوشانند به من، ای به برکت همون صدقه است. و خدا قسم کفار بودن که به برکت صدقه مسلمان شدن. ابن ابی دنیا کتاب نوشته کرده به نام الموسوعه. در اون کتاب خودش داستان عجیب را می آورد که واقعا تکان دهنده است. میگه یک مرد مجوسی بود، یکی از روزها مرد از مردان نیک خدا در سرزمین بصره خواب می بیند. کی را؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم را. شب از شبها خواب می بیند، پیامبر بزرگوار ما را. رسول صلی الله علیه و سلم به این مرد میگوید ای مرد، صبح که بلند شدی برو به خانه فلانی مجوسی آتش پرست، بر از او بگو خدا دعایت قبول کرده است. و فلان خانه مجوسی آتش پرست برو بر او بگو که الله دعایت را قبول کرده. مرد صبح بلند شد، گفت من چگونه به خانه مجوسی برم؟ او کافر است. من خانه مجوسی برم برش بگم دعایت قبول شده؟ نرفت. شب دیگر باز رسول خدا را در خواب دید. پیامبر صلی الله علیه و سلم برش گفت ای مرد برو به فلانی خانه مجوسی برش بگو الله دعایت را قبول کرده. باز این مرد صبح که شد حرکت نکرد و نرفت. شب سوم به خواب میبیند. وقت شب سوم به خواب دید، تصمیم گرفت که فردا برود. فردا آمد به خانه مجوسی، جستجو کرد، آدرس خانه را هم گرفته بود. آمد به پشت در یک مجوسی آتش پرست، درش را زد، برش گفت که من فلانی مرد را کار دارم، شما هستین؟ گفت بله من هستم. گفت ما به شما میخوایم که چند لحظه صحبت بکنم. گفتن بفرمایید. گفت اهل خانواده را بیرون کو، تنها من به شما کار دارم. مجوسی گفت خوب است. اهل خانواده همه بیرون شد. این مرد گفت ای مجوسی، بخو میدونم تو آتش پرست هستی، نه الله ما پرستش میکنی نه رسول الله صلی الله علیه و سلم را باور داری، ولی بدانی که من از آدرس محبوب خودمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیش تو آمدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به تو میگوید که خدا دعایت را قبول کرد. مجوسی چشمایش پر از اشک شد. گفت از پیش پیامبر مسلمان ها؟ گفت بله. گفت از پیش همون محمدی که کل دنیا آوازش پیچیدن؟ گفت بله. گفت به من پیام دارد؟ گفت بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو پیام دارد و پیامش این است که الله دعایت را قبول کرده است. در همین اثنا بدون اینکه چیزی بگوید مجوسی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کلمه خواند. بعد دست این مرد را گرفت و داخل خانه شد. به زنش گفت و دخترش گفت ای زن ای دختر شما شاهد باشید که من مسلمان شدم، من دیگر آتش نمی پرستم، من خالق آتش را می پرستم.
من دیگر نبی دارم به نام محمد امین صلی الله علیه و سلم، به من پیام روان کرده است. شما مسلمان میشوین یا نمیشوین کار شما است. زنش هم صدا زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد چند تا رفیق و دوستی که داشت هم را صدا زد، گفت تو فلانی از من این اندازه قصدار هستی، تو این اندازه قصدار هستی، من به تو این کردم و آن کردم، کلش به شما بخشیدم، یک شرط دارد مسلمان شوید. الله اکبر. همه یک جا دست جمعی مسلمان شدن. این مرد حیران ماند که چه اتفاق افتاد، چی شد، کدام دعایی این را الله قبول کرد. پرسان کرد این مرد که ای مجوسی، کار تو خود مسلمان شدی، برادر مسلمان مثل تو چی کرده بودی، چی دعا کرده بودی که خدا دعایی تا قبول بکنه؟ گفت من دعا نکرده بودم، روز عروسی پسرم خلق زیاد جمع شده بود، من به همه صدقه دادم. خلق زیاد جمع شده بود، خیلی خوردن از نان من، از مطبخ من، آنقدر مردم خورد که من خسته شدم، رفتم پشت بام. در پشت بام همونجا میخواستم یک چند لحظه استراحت کنم که ناگهان دخترک خرد همسایه من که مسلمان بود از داخل خانه صدا میزند مادر جان، بوی دیگ این مجوسی ما را دیوانه کرده و گرسنه هستیم. مادر جان چیز برای خوردن نداریم، ولی این مجوسی همسایه ما با کینه و دشمنی که با ما دارد به ما چیز نیاورده است. میگوید این کلام این دخترک وجود مرا تکان داد. پایین شدم، برنج گرفتم، پول گرفتم، مقدار نیازمندی های همین خانواده را گرفتم، رفتم پشت درشان را زدم. وقتی که در باز شد برش گفتم دخترم کجا هستی، بیا این برنج بفرمایی. گفت این را به خاطر ترحم شفقت مهربانی که در قلبم بودی را کردم. میگه و دختره که دیگه در گوشه استاد بود خوارک ازی. گفت صدا زد که خداوند به تو ایمان نصیب بگرداند، الله تو را با پدر من حشر بکند روز قیامت. گفت دعای من نیست، دعای همون تفلک است. این دعای من نیست، دعای همون یتیمی هست که به حق من دعا کرده است. پس عزیز من، ما چقدر یتیم داریم در شهر خود ما، چقدر بیوه داریم، چقدر ضعیف داریم در شهر ما. میدانی به خدا اگر یتیم دعام نکند تو نجات پیدا میکنی، وقت بخندانی یتیم را. گفتی به برکت دعای من است، به برکت دعای همون یتیم دختر است که من صدقه دادم و الله صدقه یک مجوسی، صدقه یک آتش پرست، الله این اندازه به نزدش محبوب است که به اون ایمان نصیب گردانید. اگر تویی که میگوی لا اله الا الله محمد رسول الله، اگر تو صدقه بدی الله به تو چی نصیب میگرداند؟ خودت بفهم که چی نصیب میگرداند. هرچی از خدا بخوای همون را الله به تو عطا میکند. پس ما در فیسبوک خود مصرف میکنیم، به اینترنت مصرف میکنیم، به ایمو مصرف میکنیم، به پابجی مصرف میکنیم، به صدها گناه و معصیت دیگر مصرف میکنیم. مثل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باید باشیم. امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه هر روز 20 درهم در راه خدا صدقه میداد به خاطر پدر و مادرش. به خاطر پدر و مادرش هر روز 20 درهم در راه الله صدقه میداد، به خاطر پدر و مادرش. هر روز 10 افغانی صدقه بده تو، 10 افغانی صدقه بده. این تو سبب نجات تو است. ما در گفتم پیشتر که آمد کدام ماه است؟ ماه رمضان. یک بار اول دعا بکنیم که خدایا ما را زنده نگه بدار، که همین مهمان عزیز را ببینیم. عزیزای من، اما سالی که گذشت خیلی جوانا در صفای ما هستن که شاید روزه نگرفته باشن. نه؟ خیلی کسا در صفای ما هستن که آل توبه کردن، پارسال نماز تراویح نخواندن، ولی الله این فرصت را به ما داد. تا این دمم زنده است، این فرصت را الله به ما داده و امیدوار هستیم که این فرصت را تا رمضان از ما نگیرد، که تا جبران ما فات شود. اون چیزی که از رمضان پیش از ما ترک شده، دعا کنیم خدایا در این رمضان، خدایا گلستان میکنم این ماه تو را، خدایا با عمل خودم تو را راضی میسازم، یا الله با گریه هایی که در رمضان میکنم تو را شاد میسازم. و پیش از رمضان یک آمادگی بگیریم. بهترین دعا اونمو دعایی است که پیش از او صدقه داده شده.
یک چند روپیه صدقه بده، بعد دست خود را بلند کن، هرچی از خدا بخوای الله اجابت میکنه. یک جوان عرب خودش تازه قصه میکند، جوان عرب هنوز هم زنده است، خودش میگوید من میخواستم عروسی کنم، فقیر بودم، تلاش کردم پول به دست نیاوردم. چقدر جواناست که پول ندارن که عروسی بکنن. گفت من خیلی تلاش کردم پول به دست نیاوردم. یک وقت یک حدیث در بخاری را دیدم که رسول صلی الله علیه و سلم در این حدیث چی فرموده؟ انفق یا ابن آدم انفق علیک. حدیث امام بخاری است، رقم حدیث 53 52 5352. گفت این حدیث را در بخاری دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انفق یا ابن آدم، ای اولاد آدم صدقه در راه الله بده، الله به تو صدقه میدهد. گفت وقتی این حدیث را دیدم فهمیدم که محبوب من خود دروغ نمیگوید. فهمیدم که الله خلاف وعده کار نمی کند. الله وعده داده اگر انفاق کردی من انفاق میکنم به تو. میگه بعد از این که این حدیث را دیدم رفتم داخل خانه، تلاش کردم چیزی که داشتم جمع کردم، دیدم که همش 10 دینار شد. 10 دینار. هنوز شاید زنده باشد این جوان. گفت این 10 دینار را رفتم بیرون، صدا زدم فقرا و مساکینی که میشناختم، 10 دینار را همه در راه خدا صدقه کردم، هیچ چه برای من نمان. گفتم خدایا من دادم انتظار میکشم، یا الله برای تو دادم، به سخن محبوب تو دادم، تو وعده دادی، سخن محبوب تو سخن تو است، من در راه تو صدقه دادم، انتظار میکشم مشکل منو تو حل بکن. میگه در همین چند روز بود انتظار میکشم، ولی هیچ وقت ناامید نشده بودم، هیچ وقت به دلم یأس نامده بود که 10 دینارم از پیش تو رفت و چیزی هم نامد. توکل داشتم که الله یک روز در مرا خواهد زد. میگه روز از روزها پشت کامپیوتر میز نشسته بودم که یک زنگ آمد از دفتری که من در اون دفتر کار میکردم. زنگ آمد. میگه وقتی که زنگ را بلند کردم صاحب رئیس دفتر برای من گفت که فلانی تو کجا هستی، بسیار سریع برگرد و بیا، سریع برگرد و بیا به دفتر. میگه من برق خوشی چشمان ما گرفت، گفتم خدایا امروز حتما کدام مژده هست، پروردگارا زمانش فرا رسیده. حرکت کردم. میگه دلم خوشحال بود. همین که رسیدم آمدم نزد اون رئیس خود نشستم، یک پاکت را پیش من گذاشت، به من گفت این پاکت را بردار. گفتم رئیس چی هست؟ گفت عزیز من تو چندین سال است که با صداقت کار کردی، من تصمیم گرفتم که تمام مخارج عروسی تو را بدهم. میگه در همون لحظه که این پاکت را هنوز دست نده بودم یک نگاهی به آسمان کردم. گفتم خدایا کیست که به در تو آمد که ناامیدش کرده باشی؟ کیست که در تو را زده باشه که تو ردش کرده باشی؟ خدایا این را تو دادی و همون 10 دینار ما هست. عزیز من شوخی نیست، یقین کار دارد، شوخی نیست، دل میخواهد، شوخی نیست، شجاعت میخواهد. پس از الله رب العزت و الجلال بخواه که خداوند این شجاعت را به تو نصیب بگردانه. حتی اگر یک جوان در نماز جمعه دینی میآید، وقتی که دمی زرنجا سار میشه، یک رفیقی که در پولیش است میفهمه که فقیر است، بیچارگک سیر و پر از کجا قرض کرده باشه که به خاطر خانه الله در قسمت 4 خالد بن ولید به خاطرش تو میدن دین میرم. شاید بسیار جوانان را میبینید دینی میرن پیاده میآیند، پول ندارن، اکثرشان پول ندارن. بعضی جوان ها پیاده میآیند، از پیششان پرسان میکن، میگه چرا؟ میگه مالش هم کرای زرنگ نبود، هم کرای موتر را نداشتم. تو که در مسیر میبینی این جوان ها را، او را از دستکش بگیر، بگو بیا در موتر من، بیا در داخل زرنج من، بیا در داخل همین رکشای مسار شو. بعد از این که سار شد یک 5 سدر بکش، بگوی به خاطر تو. به خاطر چی؟ به خاطر خدا بگیر، به خاطر خدا بگیر. تو با اینجا بیا، از اینجا باز برو قلبت یک نگاه بکن، تو از اینجا برای باز عملت ببین که اون روز چه کارها میکنی. تو تا اون آخر اون روز ببین همون زنی که بارها با تو جنگیده، باور کن این روز برو که این زن 180 درجه تغییر کرده. خب گفتم دل کار داره، تو با او رفاقت بکن،
او دیگه مشکلات تو رو حل میکنه. تو فقط خواست او را اجابت کن. او گفت قرض بده، قرض برش بده و الله برای تو عطا میکنه. پس راه را براتون جوانان یاد دادم. بهترین راهی که بتوانی ثروتمند شوی، بعضی جوانان رفتن به ترکیه، ایران، عزیزای ما اونجا رفتن کار میکنن، ولی باز هم گاهی وقت شکایت میکنن کار نیست. چندین سال است مولوی ما در اینجا هستیم، هنوز مهر دختر زن نپرداختیم، نمیفهمیم چند سال دیگر. پس جوانی که در کشور بیرون هستی، آواز مرا شاید بشنوی، فقط صدقه در راه خدا بده. وعده خدا دروغ است؟ دروغ نیست نه؟ ای گوش که چی میگن؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل بگو ای محبوب من، قل بگو ای عزیز من، قل بگو ای عزیز جان امتت، قل بگو ای محمد امین، یک بار با آواز بلند صلی الله علیه و سلم. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. خداست که زندگی بعض بندگانش را فراخ می کند، خداست که بعضی ها را نعمت های زیاد می دهد و خداست که بعضی ها را فقیر می کند، بعضی ها را تندست می کند. الله چی می فرماید؟ بعدش چی میگه؟ و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. ای بندگان من، آن چیز را که برای من میدهین من جایش را پر میکنم. و هو خیر الرازقین. او بهترین روزی دهندگان است، او بهترین روزی دهندگان است. به حیوان روزی داد، به حیوان صدقه کرد، الله بخشیدش. وقتی که تو به مسلمانی که نماز میخوانه و مسلمانی که کلمه میخوانه صدقه بکنی، الله من تو را نمیبخشه؟ عزیزان دل، وقت فکر میکنم به پایان رسیده، دوزانو بیشترین که دعا میکنم. ادامه داره انشالله، این صحبت ادامه داره. یکی از برادر قصدار از گفته دعا کنیم که قرض ما خلاص. یک برادر گفتن یا خواهر گفتن که مرض قلب دارم، حتی پاهایم قادر به ایستادن برای ادای نماز نیست. این خواهر بیچاره ما را خدا شفا نصیب بگرداند. یک برادر هم گفته که من مشکل شرعی دارم، الله حلش بگردانه. این بی اولاد است و کسی هم گفته که مریض سرطان داره. عزیزای من صدق دل دعا بکنید، انشالله الله جل مجدو کریم است، دعای ما را میپذیره. یک کسی شراب خورده بوده و زنا کرده بوده، زنگ زده که توبه کرده. یک بار بگوین الله اکبر. این رحمت خدا هست. باور کنین دیروز یک جوان از آمریکا، از من چون نمیفهم نام شهرش، جیمنز گفت، چی گفت؟ شب پیام مانده بود، شب گفت من میخوایم چند لحظه با شما صحبت کنم. جوان عکس خود را مانده بود، اما یک جوان زیبا بود، بسیار یک جوان زیبا. پشت گوشی گفت که مولوی صاحب من بسیار انسان بدی بوده، در آمریکاست فعلا، در آمریکاست. گفت من توبه کرده. گفت مولوی صاحب من تصمیم گرفتم که همین ماه مبارک رمضان اعتکاف برای خدا بشینه. الله اکبر. ما توبه کردیم، در حق ما دعا کنیم. پس در حق جوانانی که در جرمنی و روسیه و کشورهای بیرون هستند که توبه کردن، در حق از اونام انشاءالله دعا میکنیم. الحمدلله الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله، ای کریم بنده نواز، ای کریم بنده دوست، ای کریم وفادار، ای کریم رحمان، ای کریم رحیم، ای الله مهربان، ای الله که بارها نازهای بندگانت را پروردگار تو برداشتی. یا الله، این بندگانت از راههای دور آمدند. یا الله، همه به دشت و صحرا رفتند، اینها به خانه تو آمدند. یا الله، همه به معصیت هستند، اینها پروردگار به طاعت مصروفند. یا الله، اینها آمدند تا روز آخرت خود را بسازند. یا الله، اینها آمدند تا از سایه عرش خودت محروم نشوند. یا الله، اینها آمدند تا از دیدار تو بی‌نصیب نشوند. یا الله، اینها در اینجا آمدند تا از دیدار محبوبمان رسول الله صلی الله علیه و سلم محروم نشوند. یا الله، تو خود کریم هستی. یا الله، تو خود ما مهمان خانه تو هستی. یا الله، ما خود خانه تو آمدیم. یا الله، پیش از این که رمضان بیاد ما را پاک بگردان. یا الله، این مهمانای عزیز تو که در خانه تو آمدن، یا الله به برکت اینها مرا هم ببخش. یا الله، اونهایی که به معصیت و گناه هستن اونها را هم ببخش. یا الله، اونهایی که حجاب ندارن اونها را هم ببخش. یا الله، اونهایی که به معصیت و گناه گرفتار هستن اونها را هم توفیق نصیب بگردان. یا الله، تو کریم و مهربان هستی. یا الله، ما از خانه خودت دست خالی بر نگردان. یا الله، ما دست خالی آمدیم، دست پر ما از خانه اید برگردان. یا الله، ما با امید آمدیم، ناامید ما بر نگردان. یا الله، عزیزی که زنا کرده بود، شراب نوشیده بود، الان توبه کرده. یا الله، تو خود کریم هستی، پروردگارا توبه اش را بپذیر. یا الله، جوانانی که در کشورهای بیرون هستن، یا الله ایمانشون رو خودت حفاظت بکن. یا الله، جوانانی که به ذکر اشتراک میکنن، در تبلیغ میروند، یا الله توفیق بیشتر نصیبشون بگردان. یا الله، جوانانی که خدمت دین تو را، خدمت خانه تو را میکنن، یا الله به خواسته های مشروعشون اونها را نائل بگردان. یا الله، اونهایی که در بسترهای مریضی هستن، خدایا همه در صحرا میخندن ولی مریضها در بسترها گریه میکنن. یا الله، یتیمکایی هستن که چیزی ندارن. یا الله، بیوه‌زنانی هستن که دلشان به سیاحت و چکر میرود ولی چیزی ندارن. یا الله، تو کریم هستی، خزانه های غیب تو پر است. یا الله، خزانه های غیب تو پر است. یا الله، پروردگارا از خزانه های غیب خودت فقرای ما را بی نیاز بگردان. یا الله، یتیمان ما را بی نیاز بگردان. یا الله، هر که در این مجلس ما هر دعایی دارد که به من نگفته در داخل دلش هست، یا الله دعایش را قبول بگردان. یا الله، جوان میخواد ازدواج کند، پول ندارد، یا الله خودت غنیش بگردان. یا الله، جوان میخواد که زنش بر اخلاق است، پروردگار زنش را خوش اخلاق بگردان. یا الله، عزیز هستند که فرزند صالح ندارد، پروردگار فرزند صالح نصیبش بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الهی همه اموات ما را غریق رحمت خویش بگردان. یا الله، همه اموات ما را غریق رحمت خویش بگردان. یا الله، فرزندان ما را در خدمت دین خود بزرگ بکن. الهی پدران و مادران ما جنت الفردوس نصیبشان بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.